درود به همه دوستان عزیز، خیلی خوشحالم که منو نگاه میکنید. قشنگ من رضا فرشته هستم، فرزند ابراهیم، و اینکه ممنون میشم منو سابسکرایب بکنید، لایک بکنید و کامنت انگلیسی بذارید در جهت رشد چنل بنده. خیلی خوشحال و ممنون میشم از حضورتون و اینکه زانگوله رو هم بزنید که متوجه بشید من کی میذارم براتون ویدیوهای جدید. تا دیداری دیگر و خداحافظ. وای نقای چطوری؟ خوبی این خانومه؟ حالت چطوره؟ صدات نمیاد. با من خودم دوست دختر دارم، نگاه کن بوس کرده رفته. آره چطور، چه خبر؟ هیچی، اصلا سر رفته بود اومده. لبای خودتون انقدر برقه یا این جلو ملو اینا؟ نه برق لب زدم. برق لب زدین؟ چه مارکی استفاده میکنید شما؟ ویکتوریا سیکرت. مال کجا هستین شما؟ جاردن. شما کجایین؟ من شایان هشتمم. ما پدی داریم. بالای بلوار شهید 8 متریه یا پایین بلواری؟ 8 متری. ای اوکی هم دیگر ببینیم. اوکی. مرسی، ممنون میشم شماره‌تو بذاری. دوست دختر مگه نداشتی؟ نه بابا شوخی میکنم بابا. کدوم دوست دختر بابا؟ کیا اینجا رو اینطوری کرده؟ بابا گرفته این میله داشتم جابجا میکردم قرمز شد. بابا الکی نگو. به جان خودم دارم. میتونم شماره‌تو داشتم میس بندازم بده؟ دهنه یه ملت این حرفا رو نزنید، من دوستتون دارم. خیلی من میگم عکس چاپ شد بالاخره. آره اوکیه، باز کن. حله. قربونت برم. اون گم نشه، اون عکس یادگار من و مامانه. دست در نکن. خیلی مخلصم. با اجازه شما. ممنونم خانم. من به شما تبریک میگم. چرا؟ شما دافین خانم. بله من جبریل کیسم، بازیکن تیم ملوان ببخشید. یعنی میگی قشنگش کن. آره قشنگ یه جوری حال کنیم، بریزیم رو هم، یعنی به صورت ادبیات فردوسی اینا با هم باشیم. فیلم مورد علاقت چیه؟ فیلمای ترکی. فیلمای سوپر ترکی. گاشلار. باکره هستید یا حامله شدید مثلا قبلا؟ باکره هستین واقعا؟ یعنی به هیچ کی ندادین تا حالا؟ دوست پسرم داشتین؟ آره. خب پس من شما رو رد بکنم چون به منم نمیدید خانم. ببخشید. میدین وایسم اگر یعنی رد کن میدم. باش خیلی خوب. علی چطوره عشقم؟ چه خبر؟ آقا رضا خوبی؟ خیلی مخلصم. ماشاءالله تتوارم و کشوندی بالا و اکی رو داری تا اینجا اومده نه؟ ببخشید. لذت بردم از اون دید دیگه ای که با آقا سهیل داری. خواهش میکنم. بزرگوار هستین، سلامت باشین. خانواده خوب هستن؟ آره من 2 سال متاسفانه یه اتفاق واسم افتاده. کلیشون قطع شده؟ پا و نه قطع پایین شکم به پایین قطع شده قربان؟ آره از گردن به پایین. الان شما رو گردن هستین یعنی؟ نه معلول شدم داداش. به اب نداره عزیزم، فدات. اینم یه سبک زندگی. یه ویلچر برقی بخر بیام آلمان با هم دیگه بریم مسابقه بدیم. حتما. شما هلندی؟ من قد بلندم، هلند نیستم. مادر محترمتون هستن یا خانم شریفتون؟ خواهرم. خدا حفظشون کنه. خواهرتون هم خدا نکرد چیزشون که نشده تو تصادف با شما بودن؟ تنها بودن. خواهر گل چطوره؟ چیز می‌کنی؟ نه به خدا به جان خواهر. خواهر گل اسم شریفتون چیه؟ من کوچیکت مسعودم. نه شما که فلجی. خواهر رو دارم میگم. الان ویدیو رکورده مسعود جان، تصویرت وایس میگم. نه اسم شریف خواهرتون چیه مسعود عزیزم؟ نه گفتم فروزان. میدونی چی میگم؟ آره خواهر فروزان. شما چند سالتونه؟ وسط بحث فلسفی هم هستین. خواهر فروزان سالش یعنی چند سالشونه؟ همسن سال شما؟ فلجی داره میزنه به سر و صورتت. من بزرگتره. خب منم فکر کنم شما بزرگترم. شما چند سالتونه مسعود جون؟ سالتونه؟ 30 سال. فروزان جان 33 سالشه درسته؟ نه جان 40 خورده. 40 خورده ای؟ این کوچولوها بچه هم دارن یا مجردن؟ اگه بچه داشت که نمیتونست به من برسه که. آخ یعنی خواهر زندگیشو، فروزان زندگیشو گذاشته وقف برادرش کرده. یه دست به افتخار فروزان بزنیم همه با هم.
آقا شما از اونایی هستی که سر کرایه تاکسی دعوا میکنی؟ برو مختار نگاه کنم بزن آیفیل. مختار سلام عزیزم، حالتون چطوره؟ خب نه شما نه خانومو میگفتم. احوال شما خوب هستین؟ سلام حال شما چطوره خانم؟ خوب هستین؟ خواهش میکنم بفرما آقا رضا بفرما. خواهش میکنم. برو اونور. احوال خانواده شریف چطوره؟ الان با من کار داری یا با خانواده؟ خانواده ما همه شما هموطن من هستید، توی تاج سر من هستید. مرسی آقا. فقط رضا من این خودتون رو معرفی کنید برید بعدی دیگه، برید اینوری به سمت اینور. آقا رضا جانم این گوشی بده بغلیا معرفی کنن خودشونو دیگه. شما بابا بیا خوش احوال شما چطوره؟ سلام حال شما چطوره؟ مادر گل حالشون چطوره؟ دختر گل حالشون چطوره؟ خوب هستین شما؟ سلامت و سرزنده باشین. دخترم بگیر گوشیو از این اهل سنت، بگیر چیز اهل خونه، بگیر عزیزم بگیر. همیشه تو یوتیوب میبینم عزیزی شما چطورید اون پشت؟ حالتون چطوره؟ نه اون این دندونش درد میکنه رضا. نه من یه آهنگ برای دندون ایشون بخونم. کدوم دندونشون درد میکنه؟ دمت گرم بخون داداش بخون. خانم دندون رضا دندون پشتیشه. بله بابا من آهنگو تقدیم میکنم به دندونتون که چیز شده. ببخشید آقا رضا میگم نگیر از ما ببخشید ولی تو بخون صداتو میکنم. این دختر جوان بگیرید. باشه بیا این دختر جوان. دل من از گریه پره، مثل تو طاقت نداره، واسه تو هر دم میباره. دیگه اشکای من طاقت موندن ندارن، نباشی بی تو باز میمیرن میریزن، بی تو هر دم میبارن. تو تمام دنیا میدندون، تو تمام هر دندون، تو همه یه لحظه گرم عاشق بودنی دندون. ماشاءالله سلامت باش. رضا یه درخواستی دارم. رضا گوش کن. بفرمایید. درخواستی. رضا یه درخواستی دارم. جانم تعداد بالا. آقا رضا خیلی ممنون. مخلص چاکر شما هستم. قربونت. رضا یه درخواست دارم ازت. بفرمایید خواهش می‌کنم. رضا برای باجناق من یه دونم بخون. اسمش چیه ایشون؟ علی. علی زرده. دست خوش دادم. آره بخون میخوام اینو استوریش کنم. با اجازه. میخوای یه کوچولو اینو دورتر بگیر از محیط چون باجناقه دیگه. چشم. بله اینو تقدیم میکنم به آقای علی زرده باجناق. اسم شریفتون؟ من فرزادم. علی زرده جان آقا فرزاد اینو برای شما خواستن، درخواستی هستش. با اجازه شما. علی زرده آهای کس رضایه، یک دوتا خواهی میخوای سوام بزنی میخواره. علی آهای مثل چی؟ سر نترسون داره آبش میاد خوشش میاد. علی خدا نگهدار. Hello my dear friend, how's it going? We have same glasses here. What? Yeah, we have the same glasses. This is tongue. I know. Yeah, and we have same type tongue. I see here. May I see yours? Everybody have the same tongue. No. That's not true. Because people are living in Matrix and we are out of it. We are out of Matrix. You don't believe it. I don't see a lot of tongues. Forget about these tongue things. Okay, let's talk about future. I am honored to introduce myself, my lady. I am Mr. Freshde. I work in hospital toilet and I have a good career. Hospital toilet? Yes. Good job. Yeah, thank you very much, my lady. Thank you very much. And
Yeah, I think we can be good friends together, and maybe I can really meet you next to the Eiffel Tower, and we can, share a little bit of our, things and some kind of like that. And I think, are you married or you are gay? Your boyfriend, is he like this or he's like this, or borderless? Or... Yeah, that beautiful shape of. Yeah. This is very good. Very good, big. Not little, but not. Borderless. It's full screen. For example, it's like this. نزن عزیزم، اون گلو خراب میکنی شما با این کار. گلو که شما اینجوری میکنی عزیزم، این نزدیک به هم میشه، سری میسوزه، میشه یه بافت چستور. بذار برگ خشک قشنگ آتش بگیره، اشتعال برسه به برگ بعدی، نه اینکه یو همش بگیره، نذار هوا بره. عزیزم من یه توضیحاتی راجع به پیپر کردن به خانوم بدم. گوشیو برگردون عزیزم. ایشونن به چه خانوم گلی هم هستن. حرف میزدی؟ پس چرا صداش خانومان؟ سی جی بگو سلام. سی جی جان سلام. تو اینقدر کشیدی که با سگ داری حرف میزنی، من چرا شنیدم پس؟ منم سلام سی جی جان. قربون برم. آقا مراقب سی جی باش یا. سی جی خیلی مخلصم. بابا به اینم نده، بخوریش کردی، چشا رو نگاه. بابا این حرف داره میزنه، زن این سگه. آره دیگه. مراقب باش، حرف نزن زیاده، دیوونه میشی. این صدای زن میده. خدا قربونت برم. اینم میگن زن نیست. بیا این مردای جوان خانم جوینده نیستن، بنده یابندم. خوب هستین شما؟ من میشناسم تو رو. خواهش میکنم خانم، باعث افتخار من است که بانوی زیبا چهره و خندان و مهربونی مثل شما منو بشناسه. قربونتون. فداتون. اویسم. نه اسمم غزله. من ونکوورم. آدیداس. خیلی مخلصم عدس جان. عدس بود اسمت. چی بود اسمتون؟ عدس؟ آها گفتم غزل. ببخشید بیا بسشم بگو عزیزم. تو که میدونی من دارم تو ذهنم چی لیست میزنم، حالا تو نبگی جلو دور اون ساعتی که زده بودی اینجا اولین بار بود که خوابیدی با یه نفر؟ اولین رابطه رو؟ نه زمین داداشم به دنیا آمده. داداش خب یکی دیگه خوابیده، مام بابا. خیلی خوب اب نداره. از ذهنت خرابه. خلاق هم هستا. خلاق خیلی خلاق. عشق من. غزل شما چه رشته تحصیل میکنید؟ یه خورده بگو، بذار خورده با هم آشنا بشیم، بیشتر هم دیگه رو بشناسیم. دوست ندارم هی بریم تو کار کی ولش کن. یه خود از چیز بگیم، مثلا تحصیلاتت چیه، علاقت چیه، کجا تحصیل میکنی، هدفت چیه از زندگی؟ من هیر استایلیست، هیر دیزاین خوندم، تموم شده. کجا خوندین؟ تو چه جایی خوندین؟ چند رتبه‌اش بابا من همه رو بگم. نه خب مثلا فلان جا فلان کالج خوندم، فلان یونیورسیتی بودم. من VCC کالج خوندم. VCC کالج. اونجا تو توالت هم پشت زدی؟ خیلی بیشور. عشق من غزل. مگه من تو هم؟ من عزیزم هر چی تو بگی قبول. ماشاءالله جی تی جدید کاراکتر شمایی؟ عدد بشم. از کمد اومدی بیرون شما؟ چرا فقط کمد پوش؟ قربونت از کمد دیواری اومدی بیرون؟ نه عشق منی. وضعیتم خوبه، خونم خوبه، یخچال 100 خورده میلیون پولشه. پول دارید دیگه چرا تو فکری؟ توش حوصله‌ام سر رفته خدایی. الان دیدنت اصلا چرا الان دختر بغلت نیست این ساعت شب توی خونه به این زیبایی، پسر به این جوونی دیگه امشب دارم استراحت میکنم. انقدر کردی خسته شدی؟ دیگه 2 روز تعطیلی بود دیگه. 2 روز تعطیلی بود و قشنگ هر کی تو خونه بود در قفل کرده بودی میکردی بیرون سینه میزدن و نه اب نداره. تو در رو اهل خونه بسته بودی و داشتی کربلا رو پیاده میکردی دیگه. آبو گذاشته بودی جلو بچه‌ها، موهاشو گرفته بودی میکردی. نه ببین سیس برای من نگیر، خفنه منم. خفنه منم. فکر میکنم دروغه. نه من حقیقت هستی هستم.
من حقیقت هستی هستم. تو یا دورگه یا خارج از ایران زندگی کردی، لهجه داری؟ ایران زندگی میکنم. خارج از ایشکو ماوست میگن وای کومنزی آلمانی. اوکی بسیار عالی. خب من و شما خیلی با هم وسایل مشترک داریم. خیلی خوشحال شدم. اسم شریفتون چیه؟ اسمم چیاست. اسمت کیا؟ کیا من چیا؟ بله. پدرتون آلمانی هستن یا مادر محترمتون؟ چون قیافتون هم دورگه است. کردم. کرد هستین. خانم زیبای کرد. بسیار عالی. اگر که اوکی هستی یه کانکشنی بزنیم بیام. به کجای برلینی یا داسلدورفی عزیزم؟ نه هیچ کدوم، نزدیک مونسترم. مونستر میشه جنوب شرقی؟ آره جنوب شرقی. بسیار. خب اون ورام میام اگه اوکی. خیلی خانم خوشمشربی هستی. یه چیز با هم بریم، پان شاپ بریم، این چیزا بخریم. پاب هم میتونیم بریم پاب. خب من فکر کردم آلمان باشی عزیزم. من حتی میتونم به شما ثابت بکنم 3-4 ماه با هم ارتباط بگیریم میبینیم من قلب. کار خداست دیگه. کار خداست. 93 92 19 آخرش 93. مرسی عزیزم. خشم من خیلی خوشحالم باهات آشنا شدم. حتما میام میبینم. قربونت برم. مراقب خودت باش. See you. Bye. چم با کلاس و با فرهنگم. فدای شما باشم. واو خانم چه صدایی دارید شما؟ کی؟ شما عزیزم کی؟ درست صحبت کن عزیزم. دارم تعریف میکنم ازت. قربون شما بشم من. خدا نکنه. بسیار صدای نافذی دارید برای که کار سینما انجام بدید و من خیلی لذت بردم. شما که نمیرسه. خواهش میکنم خانم حرفا رو نزنیم. ما در مقابل شما اصلا کسی نیستیم. عرضم نگینی نه. خواهش میکنم. مگه بر من چقدر. شما کجا ساکن هستین لیدی؟ مشهد مقدس. آفرین. همین نشون میده شما تو راهی، تو مسیری. خب من این گلوری انترتینمنت اینا رفیق من هستن. اگر اوکی هستید من شما رو اوکی بکنم، شماتون داشته باشم، معرفی کنم، تلگرام لینک بدم، برید تو قسمت مشهد تو بخش دوبله انیمیشن های امام رضا شرکت بکنید. و من دارم میرم تهران. خب داری میای اینجا دیگه. پس دیگه خب جات رو سر من عزیزم. این شماره تو بده که اومدی من باز کاراتو راه بندازم عزیزم. خیلی صدای تو حیفه واقعا میگم. این من الان به صدای شما نپردازم پس فردا یه پسره میاد شوهر میکنی هیچ وقت بری سر زندگی. در مرسی. اسم شریفتون چی بود اصلا؟ الینا جان. الینا خانم محترم عزیزم. دختر گلم الینا خانم زیبا. هر کسی یه استعدادی داره. یکی صدای آوازش خوبه، یکی ریاضیاتش خوبه. این خانم صداش و وجهش سینمایی. منم دوست دارم خواهش بود بفهم تو. منم دوست دارم ایشون بره تو استعدادش رشد کنه، نه اینکه پس فردا 10 سال دیگه یه بچه بغلش باشه بره پای گاز وایسته. حیف نیست؟ تو فقط من قلم خوش بدی. من این حرفا رو نزن عزیزم. من با شما به شمارتون پیام میدم، ارتباط میگم. شما کی میاد تهران؟ فقط هفته 5 بنده تهرانم. بسیار عالی. بعد میرید هتل یا منزل کسی ساکن هستید؟ به چه صورت داره؟ دارم کلا میام تهران، خونمون رو اونجا گرفتیم و میریم. خب پس میبینمت عزیزم. بله. مراقب حنجرتون باشید شما. شما هم مراقب زیباییاتون باشید. زیبا که شما هستید. خیلی مفتخر بودم با شما صحبت کردم. میبینمتون از دور میبوسمتون. مراقب باشید. میبینمتون. خیلی خوشحالم. خدا نگهدار شما. خیلی چاکرم. خوبی؟ یارو چرا اونجوریش کردید؟ دارم تتو میزنم داداش. ترتیبشو بده دیگه. دست بکن تو کونش بی شرفا. آروم تتات خیسه نکن. آروم باش. چطوری شطور؟ خوبی؟ قربونت برم. رضا تو خفن ترین کسکش که من تو عمرم دیدم. عزیز من ایمان شو. این سر پستونش هم سیاه کن مثل این خارجی بشه. دیدی سرشون لنت میزنن. دوست دارم. برو. بهار اومد. به حالشون چطوره خانم؟ ممنونم. قربون شما برم. آخ دندونم. مینای منی تو، زیبای منی تو، بهار سکسی قشنگه فقط مال منی تو. به عزیزم حال شما چطوره؟
قربون شما خوبی؟ سلامت باشین. چه لوستر زیبایی. میدونستی این لوستر نیست، لوستر هستش اصلش. داری ضبط میکنی؟ نه میگم اینو میدونستین شما؟ اصلا چه ربطی داره به اینکه من ضبط میکنم؟ آره. شما به کش همتون خندیدین که اینو میدونستین. عمرن اینو نمیدونستین. مادر دروغگو. Straight means do you use girls on your or do you use boys on your that? You me? You mean no, not me. You. I don't understand. For example, this is you, not you. I mean that you. I mean you, but not you. Over there, down there. This is you. Do you use you? I mean not you. That one down there. I mean male. I'm man. Yeah, I know you're man, but I want to know that. Do you use you? You, it's this is. Do you use? do you used to call myself? No. You, I mean you sir. Do you use your you for girls or just you use it, for example, on me? No. Oh, No. I'm not gay. چشم I'm not gay. چشم sorry. No. So what the hell are you? Hey you, what's your name? You in Korean? My name is Son. You're son of a what? son of father. So son of father. May I call you? It's traditional name, I think. Yeah. Okay, nice to meet you. Thank you, you. Nice to meet you too. Hey, you. I want to understand you. I think we have some misunderstood here. You, my friend, you. Do you use you? This is you and this is that. I don't think it's like this. This is you and it is like this, or it is like something small, like okay. This is you, but not you. That's you, and this is you. Okay. So my friend, you. دانشجو هستین راشین جان؟ بله. چه رشته ای عزیزم؟ عکاسی. بسیار عالی. بسیارم عالی. پس قاز میچرانی راشین جان؟ صداتون قطع میشه. میگم که پس هنرمند هستین. بله. بسیارم عالی. خب عزیزم شما ازدواج هم کردین یا نه؟ نه مجردم. بسیار عالی. آیا اعتقاد دارید که ازدواج سفید بکنید یا اینکه نه دوست دارید سنتی زندگی بکنید؟ نه سنتی که اصلا حال نمیده. حال تنوع طلبی یا نه مثلا به یک نفر مثلا باشی با همون هستی؟ اگه آدم باشه به یه نفر پایبندم. بسیار عالی. به نظر شما من آدمم؟ باید بیشتر باهاتون آشنا بشم. خب شما اهل کجا هستین؟ من تهران هستم، سر خیابون فرشته. میتونم شماره داشته باشم بیشتر با هم آشنا بشیم، گپ بزنیم، صحبت بکنیم؟ بله. جهت آشنایی فقط. من بهتون حتما پیام میدم. خیلی لطف کردید. اگه اوکی بودید برای جمعه قراری بذارم با هم کافه جایی بریم یه گپی بزنیم. خیلی خوشحال شدم دیدمتون. درود براتون. منم همینطور. موفق باشین. خدا نگهدار. یه بایا از خودت بده دختر خوشگلم. خودتو قایم نکن. من چش سوم دارم، پای سومم دارم. ببینمت. چطوری فرشته؟ قربونت برم. خیلی خوشگلی. همینجوری. عشق فرشته منی. تو قلب منی. اصلا زاده لس آنجلسی. شان عشقم. مال کدوم طویله عشقم؟ من مال طویله تهرونم. بچه پایتختم و جدی بگیر ما رو. دوستت دارم میگیرمت. خدا وکیلی عقل نقدت میکنم. قربون دارم. شوهر موهر که نداری؟ من چرا دارم. جدی؟ آره. ناراحت شدین تو رو خدا خودتو نکشی یا؟ نه بابا من نصف رابطه‌ام با زن شوهر دارم. آره اسمت چیه عشقم؟ اسمم سیندی. کیم دی؟
چی فرمودی؟ سیندی. خب سنده جان عزیزم من 46 سالمه. چشمت خندیدی قربونت برم دیدم فیس تو اولش 26 هم نیستی به جان 46 سالمه. ببین نه جون من نه جون به جون اون لب وسط پاهات میگم نه لب من نه لب تو به جان لب وسط پاهات دارم میگم تو حد اکثر 23-4 سالته. من 46 سالمه. I'm sorry برای خودم ولی 46 برو تو فارک سرمایه گذاری کن انگلیسی من حرف نزن جواب تو انگلیسی میدم. بابا اصلا ولش کن چرا توی یخچال سبزی گذاشتی روز یخچال چرا سبزی گذاشتی؟ گله برای زیبایی. گل نیست اون گیاهه گل نداره گل و گیاهه دیگه. گل و گیاه که مثلا کیرا اصلا چیز مشخصه این فقط گیاه لاش هم یه سری چیزا هست این گل نی به حساب نمیاد مثلا این واضح مشخص راجع به چی صحبت میکنیم هم مشهوده هم قابل استناد کردنه. شما الان نمیتونی استناد بکنید به این به عنوان گیاه. الان شما خودت موهاتو نیا کن این آناناسه. من از شما عذرخواهی میکنم. من شبیه میلفای در ایتالیایی هستش میلفای ایتالیایی زنای شوهردار میدن به پزشکا تو فیلم‌های قدیمی موهام اونجوریه. ببین مشخص ما داریم جانی دپی. نه ببین عزیز من شما این کلمه سویک انگلیش Yes I can. جدی داری میگی؟ Yes. خوش بالت من نمیتونم فکر می‌کنم میشه بنده رو ببوسید برم بخوابم. چی داداش؟ نه میگه هول نش. دوستان خیلی ممنون میشم که ویدیو منو لایک کنید سابسکرایب کنید کانال جاکشم و کامنت انگلیسی بذارید. مرسی تا اپیزود دیگر خدا نگهدار.